سلام به همگی، خیلی خوش اومدیم به کانال سینوست. امروز اینجاییم تا با هم دیگه بازار کریپتوکارنسی رو، دوتا ارز مهمش رو طبیعتا یعنی بیت کوین و اتریوم رو با هم دیگه از لحاظ آنچین و تکنیکال بررسی کنیم، تحلیل کنیم و اگه فرصت معاملاتی وجود داشت بتونم بهتون ارائه بدم تا بتونیم با هم دیگه ازش استفاده کنیم. وقت رو تلف نمی کنم، بریم سراغ اسکرین که ببینیم که توی مارکت چه خبره. من اینجا اسکرین ریکورد رو بزنم که شروع بشه. خب اسکرین ریکورد اینجا استارت خورد. اول میخوام از تحلیل آنچین شروع کنم براتون. اتفاقی که اول میخوام بهش اشاره کنم شاخص اکتیو ادرس بازار رو که خب ما میبینیم که اکتیو ادرس خب تو روزهای گذشته میشه گفت تو یکی دو ماه گذشته اکتیو ادرس کم شده روی بیت کوین و خب این فعالیت شبکه و فعالیت سرمایه گذارا توی شبکه پایین اومده که این اصلا برای شبکه خوب نیست. البته اواخر دسامبر تا اواخر ژانویه میشه گفت یک ریکاوری رو ما از سمت این داستان دیدیم، اما خب ادامه دار نبود و دوباره ریزش اتفاق افتاد توی اکتیو ادرس ها و خب در نهایت این چیز خیلی خوبی برای ترند صعودی مارکت که خب ما از میشه گفت یکی دو سال گذشته داشتیم خیلی چیز خوبی نیست این مسئله براش و به عنوان یک پالس منفی من اینو معمولا توی بازار در نظر میگیرم. البته نکته‌ای که میخوام راجع به این شاخص بهتون بگم اینه که من این شاخص رو توی سایت کریپتو کوانت بررسی میکنم و شاخص رو من روی SMA 7 نگاهش میکنم اگر که به اسکرین نگاه کنید، چون خود شاخص اینجوریه و خب خیلی نویز داره و نمیشه خیلی ازش استفاده کرد. در نتیجه میام با یه سیمپل مووینگ اوریج که در فریم 7 روزه من استفادهش میکنم بهتر میتونم چارت رو بفهمم، بهتر میتونم این شاخص رو متوجه بشم که داره چی کار میکنه. نکته بعدی که من میخوام بهش اشاره کنم این بیت کوین سپنت اوتپوت ایج بند که خب این میاد به من نشون میده که مثلا هر سنی از هولدرها مثلا اینجا بالای 10 سال رو داریم یا مثلا 7 تا 10 سال 5 تا 7 سال اینا آیا فروختن یا همچنان کوین هاشون رو نگه داشتن. الان من اگه مثلا بالای 10 سال رو روشن کنم میبینیم که اخیراً ما از هولدرهای بالای 10 سال پیک فروش نداریم. پیک فروش مثلا این پیکیه که اینجا اتفاق افتاده در تاریخ، حالا اگه موسمو بتونم دقیقا روش بذارم، روی 3 دسامبر مثلا این پیک فروش حساب میشه. این چیزی که ما اینجا داریم میبینیم پیک فروش حساب میشه. اما بعد از 3 دسامبر یعنی ما تقریبا میشه گفت توی 2 ماه گذشته از هولدرهای بالای 10 سال فروش نداشتیم. اگه 7 تا 10 سال رو نگاه کنید ببینید 7 تا 10 ساله یه تریکی داره، یک فوت کوزه‌گری داره که باید حتما انجامش بدیم، چون که ما توی این تاریخ اگر که حالا 28 می اگه اشتباه نکنیم تاریخ، ما توی این 28 می چون پیک فروش خیلی شدیدی رو از سمت این دسته از هولدرها دیدیم، ما میایم با یک همچین حرکتی از بعد اون پیک نگاه میکنیم که متوجه بشیم چه اتفاقی داره میفته که همونطور که میبینیم از 23 ژانویه ما یک فروش هایی رو از سمت 7 تا 10 ساله ها دیدیم که خب اصلا حدود 8000 تا بیت کوین رو اینا تو یه روز فقط فروختن و خب این عدد کمی نیست برای من و خب این ریزشی که اخیراً توی مارکت دیدیم میتونه نتیجه این فروشی باشه که خب اینجا اتفاق افتاده. و اگر که 5 تا 7 ساله ها رو نگاه کنیم اونا هم دقیقاً به همین شکل 23 ژانویه فروختن و تعداد فروششون هم بالا بوده، حدود 26000 تا بیت کوین هم سمت اینا دیدیم و خب این ریزش طبیعتاً از لحاظ آنچین میتونیم براش توجیه پیدا کنیم که خب چرا این اتفاق افتاد، هرچند دلیل اصلی و درایور اصلی قضیه مسئله اقتصادی بود، مسئله تعرفه هایی بود که آقای دونالد ترامپ برای اقتصادهای کانادا و مکزیک و چین گذاشتن که خب بعد از اون اتحادیه اروپا رو هم به این مسئله تهدید کرده. تا الان 2 تا 3 ساله ها رو میبینیم که اتفاقی براشون نیفتاده. 18 ماه تا 2 سال رو میبینیم که یک پیک کوچولو اینجا داشتیم، حالا ما اینو بزرگش کنیم دیگه چون از اونو بیرون اومدیم. میبینیم که نه، در فریم بزرگ وقتی نگاه میکنیم واقعا اتفاق آنچنانی نیفتاده، ما پیکی در این سطح یا در این سطح رو ندیدیم. 12 ماه تا 18 ماه هم همین داستان، 6 ماه تا 12 ماه، اوایل نوامبر بله و اوایل دسامبر ما فروش هایی رو از سمت اینا هم داشتیم که خب بعد از اون هم یک ریزش های اتفاق افتاد، اما بعد از اون خبری نبوده توی مارکت و
3 ماه تا 6 ماه رو اگر که نگاه کنیم، نه اینا هم خب من پیک قابل توجهی نمیبینم دیگه. من پایین تر از این رو بررسی نمی‌کنم معمولا، چون اینا هولدرهای کوتاه مدت هم و خب اگر که نگاه کنید یک پیک هایی رو مثلا ما از 1 هفته تا 1 ماه یا 1 روز تا 1 هفته هم اینجا از سمتشون پیک می‌بینیم و خب مشخصا هولدرهای خیلی بلند مدت توی این مدت فروختن و هولدرهای کوتاه مدت بعد از ریزش شروع به فروش کردن و خب این به من نشون میده که داره یک تسلیم هایی توی بازار اتفاق میفته. مسئله بعدی که میخوام بهش اشاره کنم این شاخص Net Realized Profit and Loss. ببینید نکته خیلی مهمی که وجود داره اینه که معمولا زمانهایی که ما Realized Loss میبینیم توی بازار، این به این معنیه که یک دسته بزرگی از هولدرها تسلیم شدن و خب این معمولا بازار بعد از تسلیم شدن این دسته از هولدرها شروع به رشد کردن میکنه و معمولا این اتفاق خب میفته توی بازار. و مسئله مهمی که وجود داره اینه که ریزش گذشته نسبت Realized Loss به Realized Profit رو بیشتر کرده. اگه متوجه بشین که چی میگم، چون این چارت برعکس دیگه میاد نسبت Realized Profit به Realized Loss رو نشون میده که خب ما اگه برعکسش رو در نظر بگیریم احتمالاً بیشتر شده و خب مسئله‌ای که اتفاق افتاده به این معنی که این ریزشی که ما داشتیم بیشتر از جنس Realized Loss بوده و بیشتر احتمالاً تسلیم هولدرها رو دیدیم. این مسئله برای من معامله‌گر و تحلیلگر مهمه. چرا؟ چون از زمانی که ما به محدوده مثلا بالای $90,000 و $100,000 رسیدیم ما ریالایزد لاس قوی نداشتیم توی مارکت، یعنی اتفاق مهمی توی مارکت از این جهت که بتونه هولدرها رو تسلیم کنه و بتونه لگ بعدی رو بسازه خب نداشتیم و الان این اتفاق افتاده. من یه مقدار خیالم راحت تره. اگر که بریم شاخص Estimated Leverage Ratio رو با هم دیگه نگاه کنیم، میاد حدس میزنه که حدس که نمیزنه، یه جورایی میشه گفت محاسبه میکنه که الان حدوداً لورج معامله‌گرای بازار مشتقات در چه حدیه. در مجموع خب ما یک ترند صعودی رو از اینجا داشتیم، از محدوده $60,000 بیت کوین لورج هایی که معامله‌گران استفاده کردن بیشتر شده که این بیشتر شدن معمولاً به معنی ریسک بیشتر توی بازار مشتقات محسوب میشه، به خصوص بازار فیوچرز، چون کریپتوکارنسی بیشتر روی بازار فیوچرز میچرخه و خب زمانی که این لورج بالا میره احتمال لیکوید شدن خیلی بالاتره. یعنی شما ببینید ما زمانی که اینجا یک پیک مهم رو داریم میبینیم متوجه میشیم که احتمال لیکوید شدن وجود داره برای معامله‌گران بازار مشتقات که خب حالا بریم رو چارت هم بهتون نشون میدم جنس ریزشی که ما داشتیم، چون که بیشتر شادو، یعنی بیشتر حرکت، بیشتر لگ شادو بوده. من احتمال خودم با توجه به شاخص‌های آنچینی که دارم میبینم بیشتر احتمال اسکویز شدن معامله‌گران بایر بازار رو میبینم و احساس میکنم که اینا لیکوید شدن، اینا استاپ خوردن و بازار به سمت پایین حرکت تونست بکنه. اوپن اینترست رو هم اگه با هم دیگه نگاه کنیم خب میشه گفت یک پایینی زد اوپن اینترست هم بالاخره بعد مدت ها، که این مثلا برای من مهمه چون بازار معمولا زمانهای حرکت میکنه که اکثریت معامله‌گرها توی معامله نباشن و پوزیشن باز نداشته باشن که خب این مسئله برای من مهمه. من فاندینگ ریت رو هم براتون سرچ کنم. و همونطور که میبینید اینو الان من چارتش رو یه مقدار بهتر کنم، ما فاندینگ ریت منفی رو مدت ها بود که توی بازار نداشتیم. به وجود اومدن فاندینگ ریت منفی برای من مهمه، باز هم برای من به معنی تسلیم دسته بزرگی از هولدر هاست و خب این برای بازار طبیعتا میتونه مهم باشه. خب شاخص بعدی که میخوام بهش اشاره کنم این همون ریالایز پروفیت اند لاسشه که خب بازم روی سایت بی جیومتریکس هم میتونیم این رو بررسی کنیم و متوجه میشیم که ما بالاخره تونستیم ریالایز لاس درست حسابی رو داشته باشیم. البته تاریخ 8 ژانویه هم، یعنی بعد از اون ریزشی که ما داشتیم به محدوده اگه اشتباه نکنم $87,000، خب اونجا هم بازم ما تونستیم تسلیم هولدرها رو ببینیم توی بازار که این دفعه هم بازم اتفاق افتاد و خب برای من خیلی این مسئله مهمه طبیعتا. اینو حالا بعداً بررسی میکنیم، اینم روی همون تحلیل تکنیکال بررسی میکنیم.
مسئله دیگه ای که من میخوام بهش اشاره کنم تحلیل بازار آپشن توی مارکت. برای این تحلیل من از سایت دریویت متریکس استفاده میکنم که حالا آدرس سایت رو براتون میذارم که بتونید استفاده کنین ازش حتما. حالا ببینیم که اینترنت یاریمون میکنه که این خب سایت بالا اومده، چند لحظه اینترنتمون مشکل داشت. خب من معمولا زمانی که میخوام این رو بررسی کنم اول میام اینجا Open Interest by Expiration رو نگاه میکنم ببینم چه تاریخ سررسیدی معمولا خب برای من بهتره که سررسیدهایی رو بررسی کنم که Open Interest بالاتری داشته باشن، یعنی پول بیشتری داخل این سررسیدها خواب باشه. و خب الان 28 فوریه و اگر که نگاه کنیم 7 فوریه یعنی حدودا 3 روز دیگه سررسیدهای مهم و نزدیکن. هرچند 28 مارس هم مهمه اما چون خیلی دور از امروز من، یعنی حدودا 1 ماه و 24 روز دیگه با من فاصله داره، عموما من به اینا نگاه نمی کنم و صبر می کنم که وقتش بشه بعد بهش نگاه می کنم. حالا اگر که 7 فوریه رو با هم دیگه نگاه کنیم متوجه میشیم محدوده 105,000 و 110,000 رو مقاومت میبینن معامله‌گرا، چون از اونجاها معاملات کال رو خریدن که خب برای من مهمه این موضوع. و پایین‌تر محدوده 94,000 و میشه گفت 92,000، اینم که 90,000، 90 92 و 94 رو هم محدوده حمایتی میبینن توی بازار. مکس پین پرایس هم $100,000 میبینن. این مکس پین پرایس قیمتیه که اگر که روز سر رسید قیمت استی که ما داریم بررسیش میکنیم به این قیمت برسه، یعنی روی این قیمت بسته بشه، مثلا اینجا $100,000، معامله گران بیشتری ضرر میکنن که خیلی وقتا این مسئله پیش میاد که روز سررسید قیمت رو به اینجاها میرسونن که اکثریت معامله گران رو بتونن وارد ضرر کنن. و خب بریم سراغ تاریخ سررسید بعدی. اگه بهش نگاه کنیم محدوده 110,000 و محدوده 120,000 خب محدوده های مهمی هستند از لحاظ معامله گرانی که برای آخر فوریه اومدن قراردادهای خودشون رو خریداری کردن و از پایین هم محدوده 80 75 و 70,000 رو حمایت میبینن، چون که زیر اون رو پوت گرفتن و احساس میکنن که اگه اون محدوده ها از دست بره احتمالا خب مارکت سر بخوره به سمت پایین. محدوده 105,000 رو که اون طرف هم بازم مقاومت میدیدن، اینجا هم تا حدودی میشه گفت مقاومت میبینن و مکس پین پرایس این تاریخ سررسید رو هم $102,000 میبینن که خب حالا باید ببینیم که روز سررسید آیا قیمت تو این نزدیکی ها هست یا خیر. خب نکته‌ای که وجود داره اینه که حالا تحلیل آنچین ما تموم شد. یکم راجع به خود بازار اگه صحبت کنیم، من تحلیل اقتصادی رو دیروز براتون آپلود کردم و هفته پیشم براتون آپلود کردم و خب پیشنهاد میکنم که هر دوتاش رو بریم نگاه کنید که بیشتر متوجه بشیم که توی بازار چه اتفاقاتی داره میفته و درایور اقتصادی داره بازار رو به چه سمتی هدایت میکنه. که خب البته تو ویدیوهایی که من گذاشتم راجع به تعرفه ها صحبتی نشده، چون تایمی که من داشتم ویدیو رو ضبط میکردم خب تعرفه ها اعمال نشده بود و واقعا مثل یک تیر غیب به مارکت شلیک شد یه دفعه‌ای. اما خب به هر حال امروز که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم دونالد ترامپ با سران مکزیک و کانادا کنار اومده ظاهرا و قرار مذاکراتی رو با هم دیگه داشته باشن. تعرفه های این دوتا کشور رو 1 ماه پستپون کرده و خب این 1 ماه رو فرصت دادن که با هم دیگه بتونن مذاکره کنن که به احتمال زیاد اونطوری که به نظر میرسه خب اوکی باشه شرایط و فکر نمی کنم که این دوتا کشور حداقل بخوان مقاومتی داشته باشن در برابر ایالات متحده. میمونه چین که اونا هم پاسخ مثبتی فرستادن برای مذاکره. البته چین خب پاسخ داده تا به امروز و اونم یک سری تعرفه ها رو فکر کنم برای کالای آمریکایی گذاشته. اما خب میگم هرچی جلوتر بریم بیشتر ابعاد این قضیه برامون شفاف میشه و منم اگه به جایی برسه که ببینم خودم فهمیدم که این چه تأثیراتی دقیقاً میتونه بذاره، حالا دقیق که نه حداقل 80-70% رو بفهمم، حتما ویدیو میگیرم و توی همین کانال براتون آپلود میکنم. نکته‌ای که میخوام بهش اشاره کنم اگه برگردیم روی اسکرین، اخبار مثبتیه که امروزه روی بازار کریپتوکارنسی وجود داره. یکی اینکه دولت ایالت تگزاس یک تاپ پرایوریتی گذاشته، یعنی یک اولویت رو گذاشته بر اینکه ذخایر بیت کوین خودشون رو
بالا ببرن که خب این مسئله خیلی مهمه. مسئله دیگه CFTC خواسته که یک میز گردی رو برگزار کنه که بتونه قوانین شفافتری در بازار کریپتوکارنسی بذاره که باز اینم خیلی مهمه برای بازار طبیعتاً. و حمایت آقای پاول در کنفرانس مطبوعاتی انتهای جلسه فدرال ریزرو که من توی ویدیوی اقتصاد کردم که براتون گذاشتم کامل بازش کردم و راجع بهش صحبت کردم که به نظر من بازم میگم این در نوع خودش کم نظیره. حداقل من چیزی یادم نمیاد که رئیس بانک مرکزی آمریکا اینجوری پشت کریپتو بخواد در بیاد. در مجموع من میخوام بگم که سنتیمنتی که اطراف بازار وجود داره سنتیمنت بدی نیست و اگر که امروز اینجاست بازار تعرفه ها تا اینجا کشیدنش پایین، واقعیت همین بود و خب لیکوید شدن و استاپ خوردن معامله گرانی که خب طبیعتا اینو فکر نمی‌کردم بازار یه شب اینجوری تیر غیب بخوره. واقعا من اینو باید تکرار کنم. و خب اگر که این موضوعات یکم حل و فصل بشه بین کشورهای آمریکا، کانادا، مکزیک و چین، احتمالاً بتونیم بالاهایی رو از سمت بازار ببینیم، مگر اینکه بازم یک اتفاق عجیب غریب توی بازار بخواد بیفته. به هر حال ما وارد دوره دونالد ترامپ شدیم. دونالد ترامپ آدمیه که یه دفعه تصمیماتی رو طبیعتا میگیره. ما از دوره 2016 ایشون رو به خاطر داریم و میدونیم که یه دفعه یک تصمیماتی رو میگیرن که ممکنه کل دنیا رو زیر و رو کنه و خب باید ما بتونیم توی 4 سالی که ایشون سر کار هستن حتما باید بتونیم ریسک رو کنترل کنیم، چون که حداقل بازار کریپتوکارنسی بازار بسیار پرنوسانی خواهد بود. خب بریم سراغ تحلیل تکنیکال ببینیم که چارت برامون چی داره. من اول از بیت کوین شروع میکنم. بیت کوین رو در تایم فریم 4 ساعته میخوام که نگاه کنیم با هم دیگه. ببینید ما از رشدی که خب از محدوده بعد از اینکه رفت به $48,000 رسید و قیمت بعد از اون به سمت بالا حرکت کرد، از این محدوده $58,000 یک ترند لاین رو برای مارکت در نظر گرفتن که به نظر من مارکت جای مختلفی میتونه به این خط روند جواب بده. و بعد از اینکه قیمت به $100,000 میرسه ما اینجا وارد یک محدوده تریدینگ رنج میشیم و میشه گفت یک محدوده خنثی طبیعتا و مارکت نمیخواد خیلی به سمتی بره، بیشتر داره فنر جمع میکنه توی این محدوده و توی ریزش اخیر هم خیلی اتفاق عجیب غریب و وحشتناکی برای بیت کوین نیفتاد. به زور میشه گفت به کف این تریدینگ رنج رسید که خب اگه برگردیم روی یک اسکرین من یک مسئله رو راجع به این کفی که ساخت باید حتما بهتون بگم. ما یک شاخصی رو داریم به اسم Short Term Holder Realized Price. این به من نشون میده که هولدرهای کوتاه مدت میانگین خرید قیمتیشون کجا بوده که خب اگر که نگاه کنیم محدوده 91,500-600 بوده این میانگینه که خب برای من مهمه. چرا؟ اگر که قیمت بخواد زیر این قیمتی که الان گفتیم 91,500-600 بخواد زیر اون کلوز کنه، خب هولدر کوتاه مدت طبیعتا دست به فروش میزنه و اگر بخوایم خیلی بریم زیر این عدد هولدر کوتاه مدت معمولا پنیک سل میکنن اینا، چون دیدگاهشون اصلا بلند مدت نیست و خب این میخواد مثلا بخره تو 1 ماه 2 ماه نهایتش 3 ماه دیگه سودش رو از مارکت برداره. چه بسا تازه خیلی میخرن که تو 1-2 هفته سودشون رو برداشت کنن، در نتیجه به محض اینکه برن توی ضرر اینو DCA که نمیکنن طبیعتا اکثریتشون دیدگاهشون کوتاه مدته و خب میگم این عدد برای من مهمه. حالا اگه برگردیم روی چارت بهتون نشون میدم. اگه توجه کنید همون محدوده رو تقریبا میشه گفت زده و با شادو به محدوده برخورد کرده و دوباره به سمت بالا رفته. این یکی از المانهای منه برای اینکه متوجه بشم که حمایتی که از مارکت شده حمایت معتبری بوده. مسئله دوم برای من اینه که خب در نهایت ما فروش بزرگی رو نداشتیم از سمت هولدرهای بلند مدت حداقل و خب بیشتر ریزش از جنس تسلیم بوده انگار و خب این برای من مهمه و برای من این رو برمقام میاره که شاید حمایتی که از مارکت شده حمایت مهمی باشه. در نهایت ما چه این رو تریدینگ رنج در نظر بگیریم، یعنی اصلا خط رو در نظر نگیریم و ما این رو یک همچین استراکچری توی مارکت در نظر بگیریم و الان بخواد به سمت بالا بره باز هم ما به کف تریدینگ رنج خوردیم و اگر هم ما این رو به عنوان
ترند لاین در نظر بگیریم، باز هم ما به ترند لاین هم برخورد کردیم و در هر دو مدل دیدگاه من به نظر من مارکت توی شرایط خوبی از لحاظ تکنیکال. البته به من تریگر ورود داده نشده. من این بیس رو پاکش کنم. تریگر ورود من از بالای محدوده میشه گفت 102,000 103,000 به من داده میشه، 102,700. چرا اینجوریه؟ چون که این ریزشی که اینجا اتفاق افتاده اگر که بهش نگاه کنیم، این ریزشی که ما اینجا داریم، توجه کنید کفی که اومده، سقفی که اومده این کف جدید رو برای من ساخته، این محدود است و تریگر من بالای این محدوده برای من صادر میشه. یعنی من منتظر یک همچین تریگری از سمت مارکت میمونم. حالا شاید خیلی بگن خب اصلا تریدینگ رنج نیست، به این دلیله که من خیلی دیدگاه تریدینگ رنج رو قبول ندارم، مگر اینکه چه اتفاقی بیفته. ببینید ما بعد از تاچ کردن این کف به اینجا برگشتیم و دوباره برگشته، الان یه بالا زده. اگه قیمت بتونه همین رو برگرده سمت پایین، اون موقع تریگر ورود من میفته بالای این عدد و من از بالای $100,000 وارد معامله میشم که خب اگه این اتفاق بیفته حتما من میام آپدیت میکنم تحلیلم رو براتون و خب ستاپ های جدید رو بهتون اعلام میکنم. الانی که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، من معامله حقیقتش روی خود ارز بیت کوین ندارم و برای من بیشتر اینجوریه که خب الان ریسک میبینم معامله کردن رو اونجا. و اما اگر که این محدوده 102,700 102,800 بریک بشه، خب من به دنبال همچین معامله میگردم با تارگت 121,000. شاید براتون اینجوری باشه که خیلی تارگت رویایی، برای من خیلی تارگت عجیب غریب به نظر نمیرسه. دلیلم دارم که میگم تارگت خیلی عجیب غریب نیست و خب اونم اینه که در نهایت اگر که قرار باشه خط کار کنه باید حداقل تارگت 1 رو به من بده. حتی به نظر من تارگت 2 هم میتونه تارگت مناسبی برای من باشه. خب عذرخواهی میکنم، برای من یک مشکلی پیش اومد، بعد حتما رسیدگی میکردم. اگر که برگردیم روی اسکرین، دلیل دیگه‌ای که برای من وجود داره برای اینکه خب میتونه این محدوده ها تاچ بشه اینجا، اینه که خط روند اصلی مارکت رو من این خط آبی رنگ میبینم خودم که خب زمانی هم که به 48,000 رسیدیم خیلی ها شاید از لحاظ تکنیکالی نفهمیدن که چه اتفاقی افتاد. به نظر من به سمت این ترند لاین برگشت بازار و اون رو بیشتر تاچ از لحاظ تکنیکالی میگم درایور، چیز دیگه یه در نهایت صرفا توجیه تکنیکالیش این میتونه باشه. و خب کسایی که این معامله رو گرفتن به نظر من تریگرشون اینجا صادر شده و خب اینا تارگت 1شون رو گرفتن. اگه بازار بخواد به سمت بالاتر حرکت کنه، اینو میتونن تارگت 2شون رو هم بگیرن و محدوده حتی 132,000 هم میتونه برای مارکت عدد جذابی باشه که بهش برسه. در نهایت میگم الان من خیلی روی خود بیت کوین معامله‌ای ندارم که بخوام بهتون اعلام کنم و بیشتر منتظر میمونم که تریگر رو به من بده، بریم روی اتریوم ببینیم روی اتریوم چه اتفاقی داره میفته. اتریوم توی یک تریدینگ رنج بزرگی این قرار داره. الان اگه بهش نگاه کنیم، اگه اینترنت دوباره یاریمون کنه، خب اینترنت امروز خیلی ضعیف شده، نمیدونم داستانش چیه. خب ما توی یک تریدینگ رنج که همچین رنجی قرار داره قیمتمون و خب به سقف تریدینگ رنج رسیدیم و از همونجا قیمت ریجکت شد، به سمت پایین اومد. اتفاق مهمی که برای من افتاده، من این معامله ها رو پاک کنم و الان راجع بهشون صحبت میکنیم بیشتر. ما به دو یا حالا شاید 3 تا مدل حتی میتونستیم سل بگیریم اینجا مارکت رو. یکیش اینه که خب من منتظر تریگری که زیر این میمونم که خود تریدینگ رنج رو سل بگیرم، یعنی با همون استراکچر بیام مارکت رو سل بگیرم که یک همچین سلی به من میده این داستان و میبینیم که تارگت 2 تاچ شد و در نهایت قیمت به سمت بالا برمیگرده. یکی دیگه از راه حل هایی که میشد اتریوم رو دوباره به نظر من سل گرفت با این ترند لاین آبی رنگه که خب ما حدوداً میشه گفت اینجاها میتونستیم سل اتریوم رو بگیریم که خب همونطور که میبینید تارگت 2 اینا هم تاچ شده و در نهایت خیلی دیگه جایی نداره اتریوم بخواد به سمتش حرکت کنه.
و بیشتر من منتظر این میمونم که خود تریدینگ رنج رو در نهایت لانگ کنم. حالا اینکه چقدر طول میکشه که ما به سقف تریدینگ رنج برگردیم رو خب طبیعتا من نمیدونم از لحاظ تکنیکالی. اما خب تریگری که به من داده یک همچین تریگریه و خب محدوده 4100 فعلا میگم میتونه برای من منطقی باشه. اگر که قیمت بالای این سطح 2990 کلوز معتبر بده، یعنی مثلا نیاد اینجا شادو کنه و مثلا تا اینجا شادو کنه بعد بیاد اینجا کلوز کنه، که خب من معامله رو نمیگیرم طبیعتا و منتظر یک کلوز معتبرتر حداقل شاید در تایم فریم های بالاتر مثلا روی تایم فریم دیلی معامله‌ام رو میگیرم. اما خب در نهایت قیمت اگر که بیاد بالای این محدوده کلوز کنه، ریتست هم شاید بکنه و بیاد حداقل محدوده‌ای که میتونه ببینید 3430 اینجاها من احتمال ریجکت رو دارم برای خودم. تا کجاش رو نمیدونم فعلا. اینجا خب برای من مشخص نیست که تا کجا میتونه این اتفاق، این اصلاح اگه اتفاق بیفته تا کجا میتونه اتفاق بیفته. طبیعتا من اون موقع مارکت رو براتون دوباره تحلیل میکنم و میتونیم دوباره در موردش صحبت کنیم. و اگر که قیمت بتونه از اینم بالاتر بره، تارگت 4110 112، حالا اینا رو من محدوده‌ای بیشتر در نظر میگیرم و خب میتونیم امیدوار باشیم که اتریوم به اونجاها برسه. اما مسئله مهمی که وجود داره اینه که خب اگر که اتریوم نتونه بیاد این سطح رو بشکنه، یعنی این اتفاق نتونه بیفته و از اینجا به سمت پایین بره، من همچنان منتظر میمونم که بیاد دوباره این بیس رو بشکنه، مگر که توی این حرکتی که به سمت پایین داره یک سقف ماینور دیگه برای من بسازه که معتبر باشه و با بریک آوتش من بتونم وارد معامله بشم در تایم فریم معتبری مثل 4 ساعته یا دیلی. تایم فریم معتبر که میگم هم منظورم تایم فریم معتبر برای این استراکچریه که اینجا داریم. بدترین حالتی که به نظر من برای اتریوم میتونه اتفاق بیفته اینه که ما از همین جاها ریجکت بشیم و قیمت بیاد زیر این محدوده بهش پول بک بده و قیمت رو به سمت $1000 بتونه ببره، که این واقعا من احتمالش رو خیلی کم میبینم، چون که از لحاظ اقتصادی ما حداقل تا لحظه‌ای که من دارم ویدیو رو ضبط میکنم ما تو همچین شرایطی نیستیم، از لحاظ فاندامنتال و همچنین هم توی همچین شرایطی نیستیم. اما خب حتما شما باید درصدهایی رو برای این اتفاق قرار بدین. در نهایت با کلوز بالای این به نظر من میشه با یک مدیریت ریسک منطقی 3%، 3.5%، اگر هم کسی خواست میتونه با ریسک کمتر واردش بشه. اینجا دیگه دارم معاملات رو اعلام میکنم. البته من خودم خیلی موافق معاملات فیوچر نیستم اینجاها، چون که خب مارکت خیلی پرنوسانه، واقعا مثل ترامپولین داره بالا پایین میشه روزانه و خب من خیلی خودم روی فیوچرز نمیگیرم، معاملاتم رو روی آپشن میگیرم. اگه بالای این محدوده کلوز کنه احتمالا من بیام کال مثلا 3200 3300 رو اون موقع خریداری کنم. میتونم یه قسمتش رو الان بخرم، یه قسمتش رو اون موقع بخرم. اگه الان بریم روی این یکی اسکرین، من چند تا 2 مدل معامله هم برای اتریوم بهتون پیشنهاد میکنم که میتونید بگیرین، که البته همچنان نظر من اینه که اول صبر کنید تریگر بهتون داده بشه و بعد معامله رو بگیرین. که خب اگه بریم روی اسکرین برای تاریخ 14 فوریه به نظر من این رو هم بهتون بگم، صرافی که من توش معاملات آپشنم رو میگیرم صرافی درایو. حقیقتش من از صرافی پول نگرفتم که تبلیغش کنم و اصلا تبلیغش نمی‌کنم. هر کسی هر جایی که میتونه بر معامله‌اش رو بگیره، برای من هیچ تفاوتی نداره. فردا این صرافی سقوط کرد خب واقعا کسی نیاد دیگه یقه منو بگیره، من صرفا چون باهاش راحتم باهاش معامله میکنم و اگرم توانایی احراز هویت داشته باشم یه لحظه هم وای نمیستم و میرم مثلا صرافی دریبیت معاملاتم رو انجام میدم. اما خب الان که شرایطش رو ندارم، بین صرافی‌های موجود که یکیش همین صرافی درایو و صرافی ایو رو ما داریم و از اون طرف هم فکر کنم یک صرافی دکس دیگه هم جدیداً اومده به اسم پاور ترید که من اون رو حقیقتش امتحان نکردم، نمیدونم احراز هویت بخواد یا نخواد، که به احتمال 99% نمیخواد و از لحاظ یوزر فرندلی بودن اینا اطلاعی راجبش ندارم. اما بین ایو و درایو من با درایو راحت‌تر بودم خودم و خب روی این صرافی شروع به کار کردن کردم
و خب داشتم میگفتم اینجا شما اگر که بیاید برای مثال کال 3200 یا کال 3100 که دیگه خیلی گرون محسوب میشه که نه، اما اینجا اگر بیاید شما کال 3200 رو برای 14 فوریه یعنی حدوداً 10 روز آینده بخواید بگیرید، خب به نظر من منطقی، عدد منطقی. اما من خودم بازم میگم منتظر تریگر میمونم. اگر که تریگر رو بهم داد حتما میام این تحلیل رو هم آپدیت میکنم و شاید اونجا بشه بهتر پوزیشن ها رو اعلام کرد. خب معامله دیگه ای که میخوام این بار بهتون عدد و رقم بدم و خب دقیق بخوایم ببینیم چی کار میخوایم بکنیم، یه مریض پوته برای خب کسایی که خیلی نمیخوان ریسک کنن روی معاملاتشون. طبیعتا میشه براشون استفاده کرد این داستان رو و خب اگر که بریم روی خود سایت آپشن کریئتور که روش میشه استراتژی های آپشنتون رو امتحان کنید و برای من خیلی سایت خوبیه واقعا، خیلی میتونم ازش استفاده های مختلفی ببرم. و اینو هم بگم قبل از اینکه من استراتژی رو بهتون بگم، من معمولا توی همه میشه گفت پیشنهاد معاملاتی هایی که بهتون میدم سرمایه شما رو $10,000 در نظر میگیرم. حالا میخواد سرمایه شما 5,000 تا باشه، 1,000 تا باشه، 20,000 تا، 100,000 تا یا $50,000 باشه، برای من فرقی نداره دیگه. خودتون اونجا میتونید ضرب و تقسیم ها رو انجام بدین که خب من میتونم یک مریض پوت رو الان که اینجا هستیم، چون که همچنان تریگر لانگ به ما داده نشده و احتمال ریزش وجود داره دوباره، میتونیم یک مریض پوت رو برای خودمون در نظر بگیریم با خب تاریخ سررسید 28 فوریه و اینکه شما از $3,500 وارد سود میشین و در نهایت هم ریسکتون حدود $180 در برابر $10,700 که اگر که بخوایم تقسیمش کنیم اینجا خب چقدر بود عددش؟ من $180 تقسیم بر $10,680 اگر که بکنیم شما یه چیزی تو مایه 1.6% 1.7% ریسک دارین روی این معامله. و اگر که 4,112 که تارگت اون معامله‌ای بود که من گفتم اگر که تریگر بده میتونین واردش بشین، اگر که اون اتفاق بیفته و اون تارگت تاچ بشه شما چیزی تو مایه‌های 1,700 تا $1,800 سود میگیرین از بازار و خب با ریسک به ریوارد مثلا میشه گفت 1,800 بر خود 180 رو بخوایم تقسیم کنیم، ریسک به ریوارد چیزی تو مایه 1/10 شما میتونید از بازار سود برداشت کنید. این میگم بیشتر برای کسایی که نمیخوان خیلی این ماه با مارکت انگیج بشن و از نوسانات میترسن، میتونن همینجا با پرداخت همچین پریمیومی به بازار خب خیال خودشون رو راحت کنن. اگر رفت بالا که خدا رو شکر، اگر هم که ریخت خیالشون راحته که بیشتر از $180 نمیتونن متضرر بشن. به نظر من معامله منطقی، اگه منطقی نبود طبیعتا بهتون معرفی نمی‌کردم، اما خب دوستانی که دوست دارن بیشتر با مارکت ها انگیج بشن و معاملات ریسکی تری رو شاید توی مارکت بگیرن، میتونیم منتظر بمونیم که تریگر معامله به ما داده بشه، شاید تاریخ سررسید رو یکم نزدیکتر بتونیم در نظر بگیریم اون موقع و بتونیم معاملات بهتر از این رو بگیریم. اما خب میگم به نظر من همین خیلی خوبه، یعنی این مسئله رو مثلا خیلی از معامله گران حتی نمیتونن انجام بدن و خب شما احتمال داره تا آخر این ماه که چیزی تو مایه 10% بتونی سود دلاری به دست بیاری که خب خودش عدد فوق‌العاده‌ایه. اما بازم زمانی که تریگرها توی مارکت داده بشه من حتما آپدیت تحلیل رو براتون میذارم و اون موقع میتونیم بهتر ببینیم که چجوری میتونیم بهینه‌تر ریسک کنیم. ممنون که تا اینجای ویدیو همراه من بودین. اگر نظر، انتقاد، پیشنهاد و یا سوالی داشتین حتما توی کامنت ها برام بنویسید. دوره آپشن رو هم دارم کم کم ضبط میکنم توی همین کانال براتون قرار میدم، به محض اینکه آماده بشه دونه دونه ویدیو رو براتون آپلود میکنم. پس حتما زنگوله کانال رو روشن کنید، کانال رو سابسکرایب داشته باشید که اگر که پست جدیدی اومد حتما متوجه بشید که بیاید سریعتر نگاه کنید و بتونید ازش استفاده ببرید. بازم ممنون که تا اینجا با هم بودین. خدا نگهدار.